با سلام به شما دوستان در تلویزیون ایران آزادی و با عرض تبریک به همه مردم عزیز ایران، به مادران شهدای قیام و مادران خاوران به خاطر هلاکت رئیسی جلاد 67 و هیئت همراهش که باعث موج شادی بین تمامی ایرانیان چه در داخل و چه اونایی که در تبعید هستن شده. رئیسی قصاب جوانان و زندانیان سیاسی از دهه 60 تا آخرین روز حیات ننگینش بود. تنها یه نمونه از شقاوت رئیسی میتونیم عضو هیئت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 رو میتونیم نام ببریم که با شقاوت تمام به زندانیان سر موضع حکم اعدام میداد و آنها رو راهی سالن مرگ میکرد. امروز 5 خرداد ایرانیان آزاده و ارشدنشانان در اینجا شهر برن سوئیس جمع شدن تا به عمل شرم‌آور سازمان ملل و برخی از کشورها برای عرض تسلیت به خامنه‌ای جنایتکار و حکومت اعدام اعتراض بکنند. آنها همچنین با پخش شیرینی مرگ جلاد رئیسی رو جشن گرفتند به امید سرنگونی تمام رژیم آخوندی و پخش شیرینی در میدان آزادی. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. من به عنوان یه زن ایرانی مرگ رئیسی رو تبریک میگم. مرگ بر خامنه‌ای. من به عنوان یک کرد ایرانی مرگ رئیسی رو تبریک میگم و امیدوارم که بعد از این مرگ خامنه‌ای هم ببینیم و انشالله روزی بیاد که جوانان ایران بتونن آزادی رو در دست بگیرن و این رژیم آخوندی پست رو از روی نقشه ایران حذف کنن. رازی قدرتی هستم، خبرنگار تلویزیون ایران آزادی، برن سوئیس.